درود به دوست قشنگم، به کانال آموزشی من خوش اومدی. با فریبا روبوکی ملقب به باف لیلی همراه باش با آموزش این کیف قلاب بافی خاص که خودم طراحیش کردم. تلفیقی از چرم و نخهای یوموش و مکروم است. اسم این کیف رو گذاشتم کیف مدل برفی. فکر میکنم برای زمستون خیلی مناسب و شیکه. میتونید به هر حالتی که دلتون خواست فرمش بدین و ازش استفاده کنید. از اونجایی که من همیشه دلم میخواد با کیفاتون یه تیپ خاص داشته باشید یا اینکه از هنر قلاب بافیتون کسب درآمد کنید و کیفای شیکی ببافید، از متریال های مقرون به صرفه استفاده میکنم در ضبط آموزش هام تا هر قشری بتونه از این آموزش استفاده کنه و کیفو ببافه. پس با صبر و حوصله تا انتهای ویدیو رو ببین. همونجوری که نشونت میدم کیفو، میتونید این قسمت کیفو براش دگمه بذارید و دهانش رو به این شکلی که من فرم میدم جمع کنید. میتونید توی دستتون استفاده کنین از این کیف یا اینکه از بند رو دوشیش روی سرشونتون حملش کنید. بریم برای آموزش این کیف زیبا. همونجوری که میبینید من متریالش رو روی میز آماده کردم. من از تکه چرمی استفاده میکنم برای استایل این کیف که وسطش قرار میگیره و حالا کامل نشونتون میدم. 2 نخ مکرومه پلی استر دارم، ببینید، و ضخامتش به این اندازه است و من میخوام با نخ یوموش ایرانی ببافم. حالا شما اگه دلتون خواست با هر نخ ضخیم پشمالو دیگه هم میتونید ببافید، هر جور مایلید. حتی میتونین با این نخهای مخمل آلیز ترکه که جنسش خیلی عالیه، ببینید هیچی ازش نمیریزه، اینم خیلی خوشگل میشه باش ببافیم. ولی من الان نظرم اینه که با همین یوموش ایرانی آموزش بدم که بتونی مقروم به صرفه تر باشه برات. و این مکرومه هم که من باز میگم من از ترکیه خریدم، ولی مکرومه های خود ایران خودمونم خیلی عالیه. میتونید از هر مکرومه پلی استری که هست استفاده کنید، ولی 2 سوزنه باشه بهتره. خب اینا 100 گرمه، فکر میکنم یه 200 گرم کافیه برای این کیف. خب قلابم هم که قلاب شماره 3.50 تولیپ خاکستری ژاپنه. خب اینا رو من میذارم کنار. یه چرمم و یه توضیح کامل برات بدم که ببینیم اصلا این چرمی که میبینید به این شکل. من یه اندازه هاشو میگیرم، ببینید ارتفاعش 30 سانته و پهناش 18 سانته، میبینید؟ خب که یه دونه بند یدکم داره به این شکل، همونجوری که میبینید که میتونیم بعداً استفاده کنیم ازش. و 2 جمع کننده کنارش هم داره که من میخوام تغییراتی تو این بدم. اگه شما دلت خواست میتونی از تکه چرمی استفاده کنی و اینو برای خودت بسازی. ببین من اینجاشو باز میکنم، ببینید که این چیه. ببین به این شکله، یه چیز درازیه به این شکله که میتونی خودت درست کنی، حتی میتونی بندش یه چیز دیگه بدی. اینا همش سلیقه‌ایه که من یه آموزشی دیگه داشتم که توی چنل یوتیوب که اینو آموزششو دادم که اینو میتونی حتی یه مدل دیگه هم ببافی. خب میریم برای آموزش این کیف زیبا. در مورد نخا بگم، اگر که همچین نخی پیدا نکردی میتونی از نخهای ویدا استفاده کنی. این تک سوزنشه، حتی 2 سوزنه یا تک سوزنش فرقی نمیکنه، بستگی داره که چقدر خودت دلت بخواد کیفت ضخیم تر شه. اینم تک سوزنه ویدا و ایرانیه، کاملا مکرومه نوشته اینجاش و این پلی استره. میگم دیگه هر جور که دلت میخواد. خب اینم که همین یوموش ایرانیه دیگه، نگاه کنید، ماهان رایس دیگه. اینم اینجا مشخصاتشه که 100 گرمه و دیگه همتون میدونی یه نخ بسیار ارزون و مقرون به صرفه است که حتی با اون ویدا میتونید خیلی به صرفه ببافید. خب من شروع میکنم به باف، انشاءالله که با هم دیگه کیف خوشگل ببافیم. خب من با این
دوتا نخ شروع میکنم به بافت. قبل از اینکه بافتتون رو شروع کنید حتما مکروم پلی استرتون رو سرش رو بسوزونید. خیلی هم نسوزونید که سیاشه. اینم همینجوری یوموشم من اینجاشو کات کردم، همینجور داشت ریش ریش میشد. اینجاش ریش ریشاشو بدید کنار این شکلی و یه اینجوری بزنید. اگه دیدید فایده نداره میتونید یه گرم بدید اینجوری که دیگه هی ریش ریش نشه. میگم دیگه باز به جای یوموش میتونید شما هر کاموای زمستونی ضخیم دیگه رو استفاده کنید. کاموای زمستونی خیلی زیاده، باز بستگی به میل خودتون داره. من چند تا باز برای گرفتن ایده عکساشو میذارم که شما میتونید از اون تقلید کنید و ببافید. با همون قلاب 3.5مون لای بالا شروع میکنیم. از همینجا به این شکل قلاب رو وارد اینجا میکنم. این نخو انقدر میگیرم لای انگشتم، انقدر کافیه، زیادی هم نگیرید. دوتاشو با هم دیگه و میکشم داخل و میبافم. میگم من مکرومم 2 سوزنه است ولی با 1 سوزنه میشه. خب نازکتر میشه دیگه، کیفتون نازکتره. خب شروع میکنم به بافت داخل این سوراخ‌ها. همزمان این 2 تا تیکه نخای آزادم میذارم این لبه که تو بافتم بره و پنهان شه. اگه نختون ضخامتش خیلی زیاده یه دونه توی این سوراخ‌ها کافیه. ولی اگه دیدین که باز نختون تک سوزن است و اینا خیلی ضخامت پیدا نکرده میتونید یکی در میون تو سوراخ‌ها 2 تا بزنید. خب مال من خوبه، من تو هر کدوم یه دونه فکر می‌کنم کافی باشه. ببینید به این شکل داخل تمام اینا رو یه دونه بافت پایه کوتاه میزنم. ببینید 2 تا اومده رو قلاب، یه دونه میگیرم و 2 تاشو با هم یکی میکنم به این شکل. اجازه بدید این ریش ریشیاتون بیاد روی کار، همش نره پشت. خب دوباره میگیرم 2 تا رو قلاب دارم، میگیرم و یکی میکنم. همین کارو میکنم میبافم تا برسم به اون سمت چرممون. کامل میبافم نشونت میدم. و همونطور که میبینید من اینجا رو کامل بافتم این رجو. بذار نزدیک بگیرم ببینید به این شکل شد. خب یه مقدار از این نخایی که این پشت بود و من اینجوری با قلاب کشیدم میذاره آوردم ریش ریشه ها رو تو اینجا رو حجیم تر کردم که این سوراخ ها رو بپوشونه. خب رسیدیم به اینجا. اینجا رو هم بگم چیکار میکنیم که بریم رج بعدی. خب من این دونه های آخرم میبافم، 1 و 2 تا. این آخری رو سوراخ آخر رو میبافم، 1 دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم و دوباره شروع میکنم به بافت داخل تمام این شلال ها. خب اینجا یه دونه زنجیره زدم توی همین فضای اولی، قلاب وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، 2 تا رو قلاب دارم، پایه کوتاه دوباره همینجور دارم میبافم و توی تمام این شلال ها یه ذره قلابتو اینجوری وارد کنید، جاشو پیدا میکنید. خواهشم میکنم که صفر بباف، اصلا شل نباف. یه دونه میبافیم. اگه دستت خیلی شله قلابتو کوچیک‌تر کن. ببینید یه بافت این شکلی بهمون میده، میبافیم و میریم تا انتهای رج. اینجا همش بافتمون رفت و برگشته و هیچ کار خاص دیگه‌ای نداره. اینو تا انتهای رج میبافم نشونت میدم. همینجور هر چقدر دلت خواست میتونی این بافت رفت و برگشت رو انجام بدی تا به پهنای مورد نظر خودت برسی. حالا من میبافم این رج رو باز نشونت میدم. ببین عزیز، من این رجم دوباره رج دومش رو بافتم به این شکل شد. خب اینم که پشت کاره، اینم روی کاره. بافتم تا رسیدم به باز دونه آخر. دونه آخرم من همین شکلی میبافم. فقط حواستون باشه چون یوموشه اینجا چیزی رو جا نذارید. خب باز نگاه کنید، بررسی کنید ببینید دونه جا نمونده باشه. اگر که این آخری رو بافتین دوباره این سر اینجا، این سر اینجا رو ببینید 1 دونه دیگه ببافین
تا لبه بافتتون جمع شدگی براش به وجود نیاد به این شکل. خب چون دیگه اینا رو داره هر جورم ببافید مشخص نمیشه. دوباره یک عدد دیگه من زنجیره میزنم، کارو برمیگردم. بعد زدن یه عدد زنجیره کارو برگردوندم و حالا توی شلال اولی قلابو وارد میکنم و بافت پای کوتاهمو ادامه میدم. تو تمام شلال ها همون یک عدد رو میبافم. اینجا باید حتما مماس این سر چرم باشه، صاف بره، مستقیم بره جلو. پس یه دونه تو تمام شلال ها دوباره میبافیم و میریم تا انتهای رج سوم. اگر برای شما جمع شدگی به وجود اومد با دستتون مرتب کنید، بکشید. اگه دیدید برای شما شل شده مطمئن باشین که دستتون شله و بعد سفتر ببافیم. من دیگه اینا رو دوباره میبافم تا انتهای رج که همون کاره یک عدد زنجیره رو انجام بدم و دوباره بافتم و برم رج بعدی. ببینید با ناخونتون بزنین اینا رو کنار، شلال پیدا کنید. ببینید اینجا میشه به راحتی. خب ببینید من اینو پهن میکنم، ببینید که برای من کاملا صافه و هیچ مشکلی نداره. برای شما هم باید همینجور باشه، دقیقا صاف باشه و چین خوردگی یا اینکه جمع شدگی نداشته باشه. همینو میبافیم. چند رج بافتن اینجا بستگی به میل شما داره. الان من 3 رج بافتم اینجوری شده. شما میتونید تا این پهنا ببافین. بعضیا دوست دارن همینجوری باریک باشه کیفشون، خیلی نبافن. این سمتم به همین شکل میبافیم و آماده میکنیم برای آموزش بعدی. پس رفت و برگشت رو انجام بدین به اندازه دلخواهتون. میبافم نشونه. همینجوری که میبینید من اینا رو بافتم این قسمت رو. خب مال من حدود 10 رج شد و ببینیم چند سانته. خب این الان 7 سانته. خوبه به نظر من که کافیه. اگه شما دوست داشتین بیشتر ببافید، اگه دوست دارین کیفتون پهن‌تر باشه، ببینیم مثلا این پهنای کیف میشه دیگه. هر چقدر دلتون خواست میتونین این ارتفاع بافتتون رو ادامه بدین. خب برای من دیگه بسه و من در آخر میگم 1 کلوف نخ یوموش و این 100 گرمی چقدر میمونه. خب اینجا رو من دیگه میخوام تموم کنم کارو، یا میتونید این تیکه نخ مکرومتون رو بذارید بمونه که باهاش بغلا رو بافت بزنید و اتصال انجام بدین، یا اینکه ببرید 2 تا شد و در آخر 1 نخ رو بردارید برای اتصال انجام بدید. خب حتما سرشو بسوزونین جفتشو، چون که اینا ریش میشه و یهو میبینین که تمام بافتتون شکافته شده. حتی این یوموشو بسوزونید و یه انگشتم بزنید. اگه میبینید یوموشتون با این کار جمع و جور نشد که میشه، ببینید قشنگ سرش سوخته. ببینید سرش سوخته که دیگه اینو من از توی اینجا میکشم بیرون و تمام. خب دیگه بعدش اتصالشو انجام میدیم و کارای بعدیشو. خب این سمتم کامل من میبافم. بعد انشاءالله اتصالشو انجام میدیم و تکلیف این بندارم، اگه برای شما بند داشت مثل مال من، تکلیف این بندارم معلوم میکنیم. خب عزیزم من این سمت دوباره چرممو شروع به بافت میکنم. سراشو سوزوندم جفتشو که ریش نشه، همزمان گرفتم دستم. این همون طرف که انجام داده بودم دیگه. اینا تکراره. قلاب وارد میکنم، 2 تا نخا رو میگیرم و میبافم. همین کار رفت و برگشت و همینجا هم انجام میدم. من دیگه گفتم که اینم بگیرم که دوباره برای شک و شبهه‌ای نمونه. داخل تمام سوراخ ها 1 عدد پایه کوتاه میزنم. چک کنید که یوموشتون جا نمونه. همزمان بافتتون رو برگردید بررسی کنید ببینید درست بافتید یا نه. دیگه تو آموزش های قبلی
همه فوتوفناشو یاد دادم که مشکل بر نخورید دیگه. این همش پس عین همون موقع ببافین تا ارتفاعی که این ور داده بودین هر چقدر اینجا انجام دادین اون طرف هم انجام میدیم. میبافیم که انشاءالله اتصالشو و بقیه کاراشو به هدیات بدیم. برای ادامه آموزش همونجور که میبینید من این سمت کیفم هم بافتم. با توجه به اینکه دیدم از نخ یوموشم و زخیمم کم مونده، یه رج این طرف رو شکافتم، در اصل شد اینجا 9 رج، این ورم 9 رج، دقیقاً عین هم دیگه. فقط یه تغییر کوچیک تو این سمت دادم برای آزمون و خطا، اینکه توی این وسط اینجا من توی یه دونه شلال، توی یه دونه این سوراخ‌ها 2 عدد بافتم که خیلی هم تغییری نکرد. فقط می‌بینید اینجا یه ذره اینجوری رو به بالا داره، ولی اینجایی که من 2 تا بافتم صاف وایساده. که البته اینم چون انعطاف پذیری داره نخ، با یک کشش دست مرتب کردن همه این مشکلات برطرف میشه. ولی اگه مایل بودی میتونی دیگه دو طرف تو این وسط اینجا توی یه دونه سوراخ 2 تا بزنی. من اینو قسمت بالاشم بافتم به این شکل. الان اینجا آموزششو بهت میدم که چیکار کنی به این شکل شه. اگر که مال شما چرمتون سوراخ نداره که هیچی دیگه، اگه مثل مال من سوراخ داشت این کار هم انجام بدید، یا اینکه خودتون برش میزنید. خب من از یه دونه کلاف نخ 100 گرمیم انقدر موند که من مجبور شدم که نخ جدیدم باز کنم که این رج آخر رو من با اون نخ جدیده بافتم دیگه. گفتم یوموشم هم انقدر مونده، اینم که بالای کارم. بریم برای آموزش بافت لبه. در صورتی که برای شما هم عین مال من سوراخ داشت، این آموزشی که میدم بهت انجام میدیم. اگه نداشت دیگه لزومی نداشت که این لبه ها رو ببافیم، فقط اینجاها رو بعد از اینکه اتصال انجام داده بودیم یه کاری میگفتم که بکنید که اینجا به نظر من برای اینکه این قسمت برسه به این لبه یه ترفندی داره که بهت یاد میدم. خیلی خوب، الان من بافتم 2 طرف نخا این ور مونده دیگه. ببینید هم این مال این ور اینجاست، چون از اونجا بافتم اومده این ور. اینم که آخرین دونه بافت این قسمت ها بودش. و بافتم برمیگردونم میبرم به این شکل انجام میدم، میگیرمش به سمت خودم و از این لبه شروع میکنم به بافت. ببینید اینجا یه زنجیره میزنم سفت محکم. خب این لبه ها چون یه ذره بالاتر از این قسمت هاست، من اینا رو با بافت بست میرم جلو، یعنی شلال میزنم. ببینید یه بار دیگه انجام میدم، ناخونم رو میذارم اتوش در میارم. یه دونه دیگه هم میزنم، چون میگم دیگه اینجاها به خاطر بافتی که بهت یاد دادم یه ذره بالاتر از این قسمت هاست. 2 تا بست زدم، اینم سومی بست. خب الان دیگه میخوام پایه کوتاه بزنم، یعنی توی تمام این لبه های اینجا پایه کوتاه میزنم. چرا این پایه کوتاه رو میزنم؟ میخوام این کوتاه بودن این قسمت رو پر کنم. به این شکل قلاب بزنید و پایه کوتاه بزنید. خب رسیدیم به یه ذره جلوتر، دیدید که بازم انگار کوتاهه. میتونید از پایه متوسط استفاده کنید، اینجا که خیلی کوتاه تر شده. بافته نخوا لیزه از دست آدم در میره. خب من وارد کردم، 3 تا دارم رو قلاب، 1 2 3. حالا 3 تا رو با هم یکی میکنم، یه ذره قد بافتمون بلندتر میشه با این کار. دوباره یه دونه دیگه هم میزنم این گوشه، پایه متوسط میزنم، 3 تا رو با هم یکی میکنم. خب اینجا صاف شد. اگه دقت کنی میبینید دیگه اینجا یه ذره پایین تره، این قسمت بالاتره، به خاطر اون هر رج یه دونه زنجیره زدن و همون لبه رو بافتن. من قصد این کاری کردم که اینجا جمع شدگی تو این قسمت به وجود نیاد، صاف بره و بیاد. خب حالا اومدیم
توی تمام این سوراخ ها یکی یه دونه پایه کوتاه میبافم. یکی تو سوراخ بعدی، ببینید به این شکل یکی یه دونه پایه کوتاه میزنم تا برسم به اون سمت چرمم. به اینجور به این روش میزنم تا برسم به اون سمت. برای رسیدن نختون که نخواین یک کلاف دیگر رو باز کنید، خودتون برنامه ریزی کنید، بررسی کنید، ببینید چقدر بسته، چی جوری ببافید که یه دونه کلاف بیشتر نخواد. اگه با سایزی که من دارم باشه، ارتفاع یه طرف کیف 30 سانت که رو هم دیگه باز که میکنیم چرممونه 60 سانت میشه و پهنای 18 سانت. یه کلاف یوموش برای من بس شد. خب حالا میام و دوباره همون عملیاتی که اینجا انجام دادم اینورم انجام میدم. یعنی اینکه میام تو این لبه پای متوسط میزنم، قدش یه ذره بلندتر بشه بافتم. دوباره تو بغلیشم پای متوسط میبافم. چقدر برام جالبه که یوموشم داره میرسونه که این لبه ها رو بزنم. خب یه دونه دیگه پای متوسط فشرده هم میزنم. خب بقیه‌شو دیگه یه دونه پای کوتاه میزنم اینجاها، چون لبه کاره ذره قلابتون رو جا بندازین تو کار. خب یه دونه پای کوتاه میزنم. از بقیهش اگر که لازم بود دیگه بس میزنم. بازم پای کوتاه لازم دارم من. هر کاری که اونور کردیم و اینورم انجام میدیم. ببینید ایوموش من همه یه ذره مونده دیگه، اینم برسونم و اوستا برسونش بکنم و تمام. خب ببینم تو جای بعدی دارم میزنم. بله یه دونه دیگه هم پایه کوتاه میزنم. بقیه‌شو رو دیگه بست میزنم که یه ذره این لبه کارم هم محکم شه. اگه یوموش تموم شد اشکال نداره، با همون ادامه مکرومت بزن. خب این لبرم بزنم تمام. این نخو کات نمی کنم، نگه میدارم که باهاش اتصال این سمت رو انجام بدم. ببینید لبه کارم چقدر قشنگ صاف شد با همین روشی که یادت دادم. همین کار رو انجام میدیم. اینورم که به این شکل، اگه دوست دارین یه ذره اینا بیاد این سمتر، اینجوری با قلاب ریشا رو بکشید بیارید بیرون کار. اگرم دوست داشتین که میتونین عین من اینجا رو یه ردیف بافت بزنید. اینجا من یه ردیف حالت شلال زدم، بس زدم رفتم جلو. این ور دیگه هنوز نزدم که به این شکله. اگر باز شما مال شما رسید بزنید. من یه تیکه کوچولو دارم که اینجا رو یه ذره رو میزنم، اینجا هم که دیگه نیاز نیست. ببین عزیز، من از اون یوموشم یه کوچولو انقدر مونده بود از اون سمتش. خب اینجا رو هم انجام بدم. ببین اینجوری این سوراخ‌ها رو میبینین، اینجا قلابو تو اولی وارد میکنیم، میگیریم دور انگشتمون وارد این قسمت میکنیم، یه ذره میذاریم بمونه. این تیکی که مونده رو یه دور این میزنم که گیر بیفته. خب حالا شروع میکنم به بافت. میرم تو سوراخ جلوتر یوموشو میگیرم میارم بیرون و ناخونمو میذارم روش، از تو قبلی در میارم. دیگه اینو فکر میکنم دیگه اکثرانتون انقدر من تو آموزشو گفتم بلد باشید. دوباره همین کار رو انجام میدم. انقدر این بافتو میزنم تا برسم به جایی که دیگه سوراخ‌ها معلومه. ببینید کامل اینجاها رو بافتم به این شکل میشه. ببینید اینم که پشتشه، اینم پشت کاره. سوراخ‌ها کامل پنهان میشه با این روش. امیدوارم کامل برسه نخم. خب ببینید من دیگه کامل تمام از یوموشم استفاده کردم. چه قشنگم رسید. آره تا اینجا که دستش بود قشنگ رسید.
اینم که سوراخ آخری، خدا رو شکر کامل رسید دیگه. به این شکل اینم که دیگه در میاریم و میبریم پشت کار پنهان میکنیم. انقدر دیگه این نخ شلوغ پلوغه خیلی نمیشه سر در بیاری ازش. خیلی خوب، اینم از پنهانکاری سوراخ های اینجا. بریم برای اتصال گوشه ها. بافت ما به این شکل در اومد، همینجور که میبینید. من اینو پهنش کردم کامل که کامل ببینید چه شکلی میشه. خب میریم برای بقیه کارهای بافتمون. من اینو اینجوری تاش میکنم. خب این قسمت ها رو من یه دورگیری لبه کارم زدم. حالا شما هر چی میتونید دوست دارید بگید. حالا میگید شلال زدم، بس زدم، اینجاها رو همه رو زدم که هم این لبه کارم محکمتر بایسته، همینم که نخم بیاد بیفته این سمت. خب من برای اینکه اتصالش رو بهت یاد بدم، برای اینکه کامل مشخص بشه که کجاها اتصالی میزنم، من یک رج پای کوتاه فقط با نخ مکرومه بافتم. دیگه یوموش نبافتم که دیگه جلو دیدتو بگیره. یک رج پای کوتاه زدم دور تا دور کارم. حالا اگه شما دوست داشتی نزنی هم میتونی، اگه چشت میبینه، یا اینکه کاموایی داری که یوموش نیست، اصلا دیگه نیازی به اینکه این کارو بکنی نیست. حالا در هر صورت من این کارو کردم که شما چشمت بهتر ببینه. هم دیگه آموزش اتصال کنار کیفمونو بهت یاد بدم. ببین تو این روش اتصال که من بهش میگم شماره 3، شما هر چی دلت خواست میگی، اب نداره. این نخ که به کلاف وصله باید داخل این کیف باشه، یعنی اینجا نخ باید اون تو باشه. خب من این قسمتی که سکنج اینجاست، یعنی این بالا و این قسمت، قلابو میندازم زیر این شلال. حالا این نخو که این حلقه است که به کلاف وصله رو میگیرم، نخم هم که این توه، یواش از داخل اینجا میکشم بیرون، سفتش میکنم. چون این دهنه کیفمونه باید جاش خیلی باید سفت باشه، شل نباشه. خب وارد همین سمتی که دستمه، وارد این شلال میکنم، میندازم زیرش، نخ میره پایین. حالا از اون روبرو شلال روبروش قلاب و بالاش وارد میکنم. ببینید از بالا آوردم، اون تکه نخو با انگشتام میگیرم میندازم رو قلاب و آروم از توی اینجا در میارم. حالا این نخ و قلاب از توی این سمتم میکشم بیرون. 2 تا دارم رو قلاب، با ناخونم نگه میدارم و یکیش میکنم، سفتم میکشم چون هنوزم این سر کیفمونه. دوباره میرم تو همین قسمت همون کار تکرار میکنم. اون روبرو اب بالا قلاب وارد میکنم، اون تکه نخو میگیرم، 1 2 و از 3 جا رد میکنم. ببینید به این شکل میشه. خواهش میکنم اولی ها رو صفر بکشید که شکل قشنگ تری داشته باشه. دوباره از بالا وارد میکنم، میگیرم و به این شکل یه بافت تمیز و شیک حالت گیس باف اینجاها میفته. من یه دونه دیگه هم انجام میدم. این یوموشاتون رو یا کامواتون رو بزنین کنار، اگرم یوموش نیست که دیگه مشکلی نیست. حالا اتو اینم رد میکنید. سعی کنید این گیس بافتاتون یه اندازه باشه، خوشگل و تمیز. تا انتها به همین روش میبافیم. من میبافم تا برسم به آخرش، اینجاها رو میبافم برسم به اینجا، میگم اینجا رو چی کار کنی. خب ببین عزیز، من همه اینا رو بافتم رسیدم این قسمت. اینجا رو بگم که برات هیچ جای سوالی نمونه. ببینید نیازی نیست اینو بپیچید دور انگشتتون، بذارین اینجا بمونه. ما از انگشتامون استفاده میکنیم برای سهولت کارمون. ببین وارد دوباره شلال بعدی میشم، وارد شلال روبرو میشم، نخو میگیرم و از توی همه اینا در میارم. خب اگه دیدید این گشاد شده اینجوری مثل مال من، یه ذره بکشید اینا رو، دوباره تنظیم میشه. دیدین؟ سعی کنید اینا رو اصلا صفر نبافین، صفر فقط همین 2 تا دونه اوله.
اینا رو سعی کنید شل ببافین که گوشه کیفتون خیلی دیگه جمع نشه، کیست بیفته. خب ببین با این انگشتم همه بافت رو هدایت میکنم. ببینید یه ذره اینجاها دقت میخواد، حوصله میخواد تا این سمت کیفم بتونید خیلی ماهرانه انجام بدید. ببین هیچ کار سختی هم اصلا نیست. دوباره با انگشتتون راه ها رو باز کنید، سعی کنید که شلال بعدی رو تشخیص بدیم، پیدا کنیم. یه بار دیگه انجام میدم، شاید دوربین نگرفته باشه. ببینید میام توی بعدی اون روبرو رو پیدا میکنم، این قلابو میندازم روی این نخ، قلابمو همینجور پیچ میدم با پیچ قلاب. دوباره تو بعدی از انگشتام استفاده میکنم همش. ببینید خیلی ماهرانه. ببین با پیچ قلاب. اگه در اومد دوباره انجام بدیم. یه ذره سخت هست ولی یه کوچولو صبر و حوصله داشته باشید انجام میشه. ببینید من هی سر قلابمو این ور اون ور میکنم تا اینا در بیاد. به همین راحتی. دونه آخرم میبافم. اگه خواستید انتهای نخو بهتون میگم کجا کات کنید که بتونید آخرش رو انجام بدید. خب این دونه آخره. ببینید خب اینجا من دیگه نیاز داره که نخمو کات کنم، با نخ کات شده پیش برم. انقدر بسته، بیشترم نبرین. همون دقیقه بسوزونید. خب این که به کلاف بود و بذارین کنار، ما با این کار داریم. خیلی خوب. حالا میام و دستمو میتونم بکنم توی کار به این شکل. ببینید از این انگشتم اینجا میتونم استفاده کنم. خب اینجوری الان من این ورم، چون من تو دوربینم نمیتونم این کارو کنم. خالی شما میتونید انگشتتون رو بذارید و با اطمینان خاطر ببافید. این دونه آخر به این شکل بگیرید و با پیچ قلاب. ببینید همه این کار رو با پیچ قلاب آروم بکشیدش بیرون. اینجا سفت میشه. خب ببینید انتهاش هم دیگه خودتون با قلاب از مسیرها ردش کنید و تمام. اینم تیکه آخرش به این شکل. خب الان دیگه من اینو قلابم وارد اینجا میکنم، تو کیف میکنم. این بیخ اینجا پایین ترین جایی که بافت داریم انجام میدیم، اینو به این شکل بذارید لای انگشتتون، این میگیرتش و ببرید داخل و توی کیف. ببینید این داخل کیفه دیگه هیچیش نمیشه. کیفو قشنگ پشت رو کن، مسلط شو بهش. ببین این داخل کیفه. قشنگ اینجا رو محکم کاری کن از نزدیکترین جاها. اگه قلابت هم یه ذره کوچیک‌تر باشه بهتره. من الان اینجا یه دونه اینجوری زنجیره میزنم که دیگه این گیر بیفته، چون پلی استر لیزه. ببینید از نزدیکترین جاها رد میکنم تا دیگه خیالم راحت باشه که دیگه این نمیشکافه. کامل ردش کن. اگر کیفتون آسرکشی میشه اینو رها کنید، مهم نیست. اگر آسرکشی نمیشه از همه اینجاها ردش کنید. میگم قلابتون یه ذره کوچیک‌تر باشه این کار خیلی راحت تر انجام میشه. دیگه اگرم دیدید حوصله ندارید اینو کات کنید و دوباره بسوزونید. ببینید اینجا یه فشار بدین این کیپ میشه، اینجا میچسبه به اینجا. ببینید این چسبید دیگه. اینم گفتم که یاد بگیرید. خب این تموم شد. از اینکه پشت رو کنید کیفتون رو نترسین. خب من یه چیز دیگه هم یادت بدم. ببین این شکلی با دستت کامل بکش. البته مال من سفیده، ممکنه که این
چرک بشه ولی اب نداره. خب ببینید همه اینا با دست انعطاف پذیری داره. به این شکل گوشه کیفمون به این زیبایی اتصال خورد. خب من این سمتشم اتصالشو انجام میدم، کلا بهت نشون میدم که این کیف زیبامون چه شکلی شد. خب عزیزم من این سمت کیفم هم اتصالشو انجام دادم، نشونت میدم. من دیگه این سمتو یک رج مکرومه خالی نزده بودم، یعنی همون بافتی که با مکرومه و یوموش بافته بودم ترکیبی رو همون اتصال انجام دادم و میبینید که چقدر اتصالم محوه و هیچی مشخص نیست. اگه سعی کنی شما هم بدون اینکه یه رج ببافی و اتصال بزنی اینجوری بافتت محو‌تر میشه. و اینورم که همونی که ابتدایی باف یادت دادم به خاطر اینکه میخواستم بگم کجاها ببافی. خب اگه دیده بودی توی تصویر کیف من یه همچین بندی هم داشت، یه جمع کننده داشت که من اومدم اینجا و از توی بافت ردش کردم، درش آوردم به این شکل، حتی که این کاری که من کردم میتونه دهنه کیفم رو به این شکل جمع کنه، یعنی کیف به این شکل حالت بالاش جمع بشه و پایینش پهن باشه. اینا همش دل بخواه، اگه مال شما نداشت هیچ اشکالی نداره. اینا دیگه میگم سلیقه‌ایه و ممکنه که چرم شما داشته باشه همچین چیزی رو. خب حالا من چیکار کنم که این چرمم بیاد بیرون؟ چون همونجوری که میبینی بافتم و این داخل مونده. خب لازمه که من اینا رو از اینجا خارج کنم. اینا یه همچین پیچی داره این قسمتش، میبینید که با پیچ گوشتی ریز، اینجا رو میگم با پیچ گوشتی ریز باز میشه و کامل این در میاد و شما راحت میتونید از اینجا خارج کنید. حالا من اومدم و یه ذره با تلاش اینجوری اینو از توی این بدون اینکه پیچشو وا کنم در آوردم. ببینید اینم همینجور یه ذره باش ور برید در میاد، دیگه نیاز نیست پیچشو وا کنید. من اون سمت رو همین کاری کردم و دوباره هم داخل رفت. ببینید یه ذره تلاش کنید این در میاد. خب که وقتی که در آوردیم ببینید به موازات همین بنده همینجا مستقیم، ببینید جای دیگه نباید بره، اینجوری نباید بره بالا یا پایین، همین روبروی خودش اینجا باید از داخل کیف بره بیرون که میتونید قبلش جاشو مشخص کنید که کجا میشه و با یه دونه قلاب جاشو اینجوری معلوم کنید. مثلا حالا اینجا باشه. خب اینجوری یه ذره اینطوری بکنید این سوراخش گشاد میشه و راحت از اینجا در میاد. ببینید من در آوردم دیگه، راحت در آوردم. خب حالا چی جوری این کارو کنم؟ ببینید میام و اون سوراخی که مشخص کرده بودم از اینجا اینجوری آروم آروم علای این بافتا، ببینید مثلا اینجاست دیگه. خب از لای این بافتا آروم آروم اینو ردش میکنم. خیلی میگم حوصله میخواد و دقت این کار. یک کوچولو باهاش ور برید و از توی سوراخ درش بیارید. که میگم من حالا اینو با حوصله انجام دادم، شما هم با حوصله انجام بدین چون اینا لای بافته دیگه و میتونید جلوتر سوراختون رو گشاد بکنید بعد در بیارید. نیازی هم نبود به اینکه جاشو مشخص کنید جا در بیارید براش و اینا، اصلا نیازی به این کار نبود. پس حتما روبروی اینجا باشه و عقب جلو نشه. ببینید عین این سمت، ببینید من کاملا بازش میکنم، ببینید از این داخل رفته و اومده بیرون. ببینید بعد که در آوردم دوباره اینش جا میذارم. من حالا با سرعت فیلم اینجا رو در میارم که ببینی.
خب ببینید من جاشو مشخص کردم با قلاب از اونجا وارد که از اینجا دارم اینو وارد میکنم. ببینید به راحتی در میاد. یه ذره اینجوری کج و کلش کنید، پیچش بدین. فقط مواظب باشین که اینجاش پیچ نخوره که با دستتون پیچشو بگیرید درست کنید. ببینید راحت در اومد. چون کاموامون پلی استره، مکروم پلی استره، آستیبم نمیبینه نخمون. ببینید به راحتی در اومد. حالا این قسمت هم همین کارو میکنیم. با یه دونه قلاب این شکلی علامت میذاریم. سعی کنه روبرو خودش در بیارید دیگه. میشه اینجا. قبلش جاشو مشخص کنید. یه ذره قلابو اینجوری فرو کنید. جاش یه ذره گشاد میشه. بعد به راحتی اتوش درارین که حالا وارد کردنش هم بهتون یاد میدم. خب یه دونه دیگه‌ش هم من دوباره دارم از اینجا داخل میکنم. ببینید به راحتی در میاد. پشت کارم مرتب کنید پیچ نخورده باشه. پیچ این چرمتون رو بگیرید، بندتون رو همین راحتی. ببینید این شکلی میشه. خب حالا اومدیم این سمت. ببینید من اینو که در آورده بودم جا زدم، الان این یکیشم جا میزنم که شما ببینید به راحتی میشه واردش بکنید. یه جوری انجام بدین که این اینجوری روی کار قرار بگیره. این روی کار نیفتاده. میتونید بندتون رو بچرخونید درستش کنید. اصلا نمیخواد دوباره در بیارید دوباره بخواید اینو درست کنید. یعنی این پشتشه، چون که اینجوری درز داره پشتشه، این روشه. خب اگه دیدین پشت رو شده اینو بچرخونید درست کنید، نه که اینو درارین دوباره خودتون اذیت کنید. خب به این شکل دو طرفش ایناشو گذاشتم دیگه. میدونید دیگه هر کیفی وقتی پر بشه خوشگل تره. خب وقتی که این شکلی جمعش میکنیم اینجوری میشه. دوست داشته باشی میتونی جمعش کنید دهنشو. اینم دهانه کیفمون شد. دهنش میتونید اینجا دگمه مگنتی بزنید یا اینکه یه تیکه ببافین بیاد روی اینجا. هم میتونید دهنش اینجوری جمع باشه، هم میتونید باز بذارید. اینا همش به میل خودتون بستگی داره. اگرم از اینا اصلا دوست ندارید که اصلا نذارید. میتونید اگه از اینا داشت، از این بندا داشت، از ته اینجا قیچی کنید موقعی که کیفتون بافتش تموم شد و اصلا همچین چیزایی رو نذارید بمونه. از بیخ اینجا قیچی کنید و بندازید کنار. خب اینم از این. بریم برای بند اصلی کیفمون. اگر دوست داری ویدیوهای جذاب و تکنیک‌های ناب کیف بافی منو یاد بگیری، کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که هر موقع من ویدیو گذاشتم شما ببینی. مرسی که تا انتها با من همراه بودی. خیلی عاشقتم. تو ویدیوی بعدی میبینمت.